با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. در این کلیپ می‌خواهیم در مورد الگوهای آکلوژنی دهان صحبت کنیم. الگوهای آکلوژنی دندانهای طبیعی با الگوی آکلوژنی پروتزهای متحرک کاملا متفاوت است. ما در الگوهای آکلوژنی دندانهای طبیعی دو تا الگوی آکلوژنی اصلی داریم. یکی به نام گروپ فانکشن هست، یکی به نام کاسپی درایز است. زمانی که ما توسط یک سمت، مثلا سمت چپ، شروع میکنیم غذا رو جویدن، به اون سمت به اصطلاح میگویند حالت ورکینگ دارد و کندیل اون ناحیه، یعنی کندیل سمت ورکینگ بهش میگن حالت روتیتینگ دارد. در اون سمت یا دندانهای کانین یا همون دندانهای نیش به هم دیگه متصل هستند یا دندانهای پرمولار 1 و 2 و مقداری مولار 1 با هم دیگه در ارتباط است. اگر فقط دندانهای نیش با هم دیگه در ارتباط باشه میگیم الگوی آکلوژنی کاسپی درایز وجود داره. اما اگر نه، دندانهای پرمولار 1 و 2 و مقداری هم مولارها در ارتباط بودن و به هم دیگه در تماس بودن میگوییم الگوی آکلوژنی فانکشن، گروپ فانکشن. درست شد؟ حالا سمت مخالف ورکینگ بهش میگن نان ورکینگ یا حالت بالانسینگ که کندیلش حالت اوربیتینگ هست و به هیچ عنوان دندانهای اون سمت نباید در تماس باشن و اگر دندانها در تماس باشن یا شیبی از کاسپا در تماس باشه ما باید اونها رو آف کنیم، یعنی از بین ببریم و بهش میگن که حالت دیسکلوژن طرفی اتفاق میفته. حالا اگر ما بیایم دندونهامون رو به سمت جلو بیاریم و نوک به نوک بکنیم، به این حالت دندانهای خلفی کاملا باید همدیگه فاصله داشته باشن یا همون دیسکلوژن خلفی وجود داشته باشه و اگر دندانها خلفی با همدیگه در ارتباط بودن بهش میگن اینترپرنس و ما باید اون دندانهای خلفی رو هم اون تماس ها رو از بین میبریم. اما چون این موارد امکان داره در دندانهای طبیعی وجود داشته باشه، ما نگاه میکنیم که اگر بیمارمون هیچ مشکلی نداره از این مورد و دچار هیچ مشکلی نیست، دچار هیچ دردی نیست، هیچ اذیت شدنی نیست، ما کار به این موارد و این تماس ها نخواهیم داشت. حالا دانشمندان اومدن و این دو تا الگوی آکلوژنی رو کنار هم گذاشتن و گفتن بیایم یک الگویی رو اختراع کنیم برای پروتزهای متحرک و یک الگویی رو اختراع کردن به نام الگوی بالانسینگ. این الگوی بالانسینگ یا حالتی هست که هر دو طرف، چه حالت طرف ورکینگ چه طرف بالانسینگ، دندانها با همدیگه در تماس هست. چه ورکینگ چه بالانسینگ، دندانها با همدیگه در تماس هست. علت اون چی هست؟ علت اون این است که ما بتونیم ثبات و گیر بهتری برای پروتزهای متحرکمون ایجاد کنیم. یک سوال هم اینجا پیش میاد که در دندانهای طبیعی کدام الگوی آکلوژنی بهتر است؟ خب بهترین الگوی آکلوژنی کاسپی درایز هست. علتش چیه؟ چون عضلات در این الگوی آکلوژنی راحت تر هستند و فشار کمتری هم بر روی کندول در این الگوی آکلوژنی وارد میشه. پس نکته بعدی ما متوجه شدیم که الگوهای آکلوژنی در دندانهای طبیعی کلاً با دندانهای متحرک فرق میکنه و ما نباید از الگوهای دندانهای طبیعی پیروی کنیم در ساخت دندانهای متحرک و برای اینکه ثبات بالاتر ایجاد کنیم برای
دندانهای متحرکمون باید بیایم و از الگوی آکلوژنی بالانسینگ پیروی کنیم برای اینکه ثبات بالاتری و بهتری ایجاد کنیم. خسته نباشید.